قرائت شاه اثر النامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو، گفتاری 96. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صفحه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. خلق تاجیک در هیئت دولت جانیان عصر 17 و نیمه اولی عصر 18. مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی، وضع خواجگی، درآمد زمین، اندازهای شهر. چنانکه از گفته‌های بالا معلوم گردید، حکومت مرکزی در واقع اقتداری جدی نداشت. جانیان را حتی رسما دو پایتخت بود، بخارا و بلخ. در بخارا خود خان نشسته، در بلخ ولی عهدش و یا اتالیق حکمرانی می کرد. معمولا خانهای این سلاله تماما به اعیان و اشراف فیادالی قبیله که عملا زمام حکمرانی مملکت در دست آنها بود وابستگی داشتند. در این دوره حقوق اتالیق‌ها و قدرت و اختیار اشراف طایفوی ازبک نظر به دوره شیبانیان به غایت افزود. امور اداره کاملا به دست آنها گذشت. منصب‌های مهم را در دستگاه دولت آنها اشغال نمودند. قوت گرفتن ارتجاعی فیادالی، پراکندگی سیاسی، جنگ‌های پی در پی داخلی، خالی ماندن شهرها از مالیات نهایت زیاد و باج و خراج دائمی، خانه ویران شدن اهالی مقیمی، از تاخت و تازهای حاکمان گوناگون خراب گردیدن واحه‌ها و به غارت رفتن کاروانهای تجارتی، این همه خصوصیت خاصی این دوره موردی تحقیقی ماست. و همین سبب است که در عصر 18 در سرزمین آسیای میانه، علل خصوص در ولایت‌های مرکزی آن، تنزل عمیق اقتصادی روی داد. خواجگی قشلاق عقیب رفت، شبکه آبیاری کم شد، نان نمی رسید. یکی از شاهدان این وضعیت سفیر پادشاه الکسی میخائیلویچ بوریس پزوخین نوشته است: در بخارا، در بلخ و در خیبه غله را بسیار نمی کارند. از این رو تا آخری سال غله آنها کم می ماند و آن هم در بعضی خانواده ها. تمام یک ناحیه و ولایت را فرا گرفتن گرسنگی حادثه مقرری گردیده بود. معیار رسمی درآمد سالیانه فیدال از زمین مثل پیشتره 9 حصه حاصل باقی مانده باشد هم در عمل خیلی زیادتر از آن ستانیده می شد. فیدال می توانست این عایدات را چند سال پیشتر بگیرد و یا خودسرانه حجمش را زیادتر کند. مثلا در زمان سبحان قلی خان آن را 7 کرات زیاد ستانیده بودند. به ضمن این باز انواع مختلفی باج و خراج‌های دیگر وجود داشت و سوی استفاده های عملداران از حد گذشته بود. ملیحا در خصوص پیشکی از اهالی گرفته شدن اندازی 7 ساله سخن رانده می نویسد: اگر شخصی را 1 تنگه دادن لازم بود 7 تنگه می گرفتند. 70 چند به قلم دیوانیان و ارباب خراجات می برآمد. باید قید کرد که اندازی درآمد، مال و جهات خراج نه فقط از زمین‌های دولتی زیاد می‌شد، بلکه موافقاً حصه دولت از درآمد سالیانه زمین‌های ملکی این نوع خراج را ملکانه می‌گفتند نیز می‌افزود. بر طبق شهادت یکی از سرچشمه‌ها،
از زمین‌های ملکانه گویان چندان می ستاندند که صاحبانش این زمین را مفت دهند هم کسی نمی گرفت. ظاهراً در اینجا سخن نه آنقدر از فیادلان ملکدار بلکه از آن گروه دهقانانی می رود که زمین ملک در آنها هنوز باقی مانده بود. پراتسیس کمشوی ملک‌های این گروه نسبتاً امتیازناک دهقانان در عصر 16 هم به نظر می رسید، ولی در زمان جانیان علل خصوص در ولایت‌های مرکزی آسیای میانه این قبیل صاحبان ملک تماماً خانه خراب گردیدند. در نتیجه ظلم استثماری بیرحمانه و خراج و مالیات ستانی‌های از حد افزون، دهقانان چنان هم به فقیری و ناتوانی افتادند که در ابتدای عصر 18 حکومت دیگر به زیاد کردن انداز و یا جاری کردن یگان اندازی نو جرأت نکرد. در عبیدالله نامه آشکارا گفته می شود که این راهی درآمد خزینه بریده شد، زیرا خوف جنبش کلان تهدید می نمود. دهقانان عموماً از هر طرف به حمله و فشار دچار می شدند. خواجگی آنها را نه فقط غارتگری های هنگام جنگ های داخلی روی داده، نه فقط اندازهای میان شکن خراب می کردند، همچنین یک پروسس عمیق اجتماعی، برهم دادن بقیه های ابشینه، کم کردن گروه دهقانانی در زمین جماعت کار کننده و زیاد نمودن گروه دهقانانی اجاره نشین به عمل می آمد. چنان که در بالا خاطر نشان گردید، زمین جماعت را لااقل چنین یک افضلیتی بود که دهقان را در هر 2-3 سال اجاره گرفتن زمینی نو لازم نمی آمد. او حق داشت در زمین جماعت تمام عمر کار کند و کاری خود را به اولادانش باقی گذارد. کاسبان هم از طرف فیادلان کلان و خرد هر نوع ظلم و جور می دیدند. به کسب و تجارت خودسرانه هر گونه باج و عوارضات زیاد انداخته می شد و غیر از این برای خان و امیر فرستادن پیشکش های گرانبها حتمی بود. در نتیجه بیدادگری های فیادلان و نبودن هیچ یک ضمانت برای مالکیت خصوصی کاسبان و تاجران، به هر طرف پریشان گردیدنی اهالی حتی مرکزهای شهری قدیم به عمل می آمد. حکمرانان دولت خانی از ترس این که بیرون آوردن ثروت‌های زیر زمینی باعث هجوم همسایه‌های حریص خواهد شد، کندن کانها را منع کردند و به این سبب صناعت استخراج معدن در این دوره از ترقیات باز ماند. خلق تاجیک در هیئت دولت جانیان عصر 17 و نیمه اولی عصر 18. به دست فیادلان جمع شدن مالکیت زمین. در عین زمان به دست فیادلان کلان جداگانه و شیخان با نفوذ جمع شدن ملک و ثروت‌های زمین به وقوع می آمد. علل خصوص امیران طایفه های ازبیک در عهد سلطنت جانیان به زمینداران خیلی دولتمند تبدیل یافتند. اینک چند مثال. چنان که از سندهای رسمی معلوم می گردد، یلنگ توشبی خصوصا در ولایت سمرقند که چندین سال در نیمه اولی عصر 18 در آنجا حکمرانی کرده است، مساحت بی حد و کنار زمین‌های کشت را به دست آورده بود. خانهای سلاله جانیان به ضمن این زمین‌های او را از پرداختی حصه دولتی درآمد سالیانه آزاد کردند. از امیران ازبیک الله بیردی بی و پسرش الله یار بی هم زمین‌های نهایت زیادی داشتند. آنها سعی می‌کردند که زمین‌های در هر جا پراکنده خود را به یک جا جمع آورند. به این مقصد حتی زمین‌هایشان را عوض می‌نمودند. بزرگترین مالکان زمین همانا شیخان جویباری بودند. در شرایط مرکب زمان که حکومت مرکزی دیگر از آنها پشتیبانی کردن نمی توانست،
چنان که در دوره شیبانیان بود و اعیان و اشراف قبیله و دارایی آنها چشم می دوختند، شیخ جویباری تاج الدین با این نگاه نکرده به هر حال زمین‌های بی این هم بی حد و حساب خود را باز هم می افزود. اعیان و اشراف فیادلی و سرکرده های حربی مثل پیشتره به نام سویرغال و تنخواه پاداش می گرفتند. پزوخین قید می کند که تمام دیه ها برای مواجب اسکران و هر گونه منصبداران تخصیص یافته است. غیر از این در عهد حکمرانی جانیان خیلی زیاد و به حجم کلان نه فقط زمین های دولتی بلکه حصه دولت از درآمد سالیانه زمین های ملک نیز به طریق خدمتانه بخشیده می شد. این در بین شخصان گوناگونی که از درآمد زمین حصه های گوناگون داشتند چنان مناسبت های مرکب به وجود آورد که در عصرهای 17-18 چنان‌ای که محققان درست قید کرده اند حتی اصطلاحات سندهای رسمی تغییر یافت. در وثیقه، وقفنامه و دیگر سندها هنگام توصیف زمین‌های ملک اکنون دقت اساسی به درست معین کردن حصه درآمدی که خریدار و یا اداره وقف باید می‌گرفت داده می‌شد. لیکن به دست فیادلان کلان جمع شدن زمین نه فقط از حساب پاداش ها بلکه با راه خرید زمین نیز صورت می گرفت که این جهت خاصی این دوره به شمار می رود. بعضی فیادل ها زمین هایشان را به درجه متحد می کردند که در نهایت کار مالک زمین های یک ناحیه تمام می گردیدند. باعث توجه است که بیشتر زمین های دولتی به فروش می رسیدند. با این سندهای رسمی هم گواهی می دهند. خالی شدن خزینه خانهای بخارا را زود زود به فروختن زمین وادار می کرد و علاوه بر این یک قسم زمین ها به طریق پاداش تقدیم کرده می شد. همه این عملها مثل عصر 16 در قاضی خانه ها به رسمیت می در آمدند. اکنون در بین دولت و شخصان جداگانه تقسیم شدن زمین های ملک یعنی قسماً به زمین‌های دولتی و قسماً به ملک‌های خالص مبدل گردیدن آنها خیلی با سرعت به وقوع می‌پیوست. این البته فهم است. از طرف دولت بیش از پیش افزودن استثمار وضعیت فیادلی ملکدار را خیلی نامساعد می‌کرد. بنابراین او داشتن مقداری کمتری زمین ملک خالص را که خود اختیارداری کامل باشد اولاتر می دانست. در چنین حالت درآمد او به آنکه دولت از دهقان چقدر می ستاند و آیا او از خواجگی خراب شده حصه خود را رویانیده می تواند یا نی هیچ علاقه پیدا نمی کرد. پس به دست فیادلان کلان خصوصا اعیان و اشراف طایفه های ازبک جمع شدن زمین های خصوصی و انعامی از حد گذشتن استثمار دهقانان و طور عاموی مفلس گردیدن دهقانان ملکدار تا رفت کم شدن دهقانان زمینی جماعت افزودن زمینی ملکی خالص با سرعت پراکنده شوی ملک های فیادلی به فیادلان فروختن زمین های دولتی به املاک شرطی تقسیم کرده دادن زمین های دولتی و ملکی اصلا حصه دولت از درآمد زمینی ملک انعام کردن زمین های دولتی و غیره از خصوصیت های مخصوصی عصرهای 17-18 به شمار می روند. در نتیجه برای خزینه خان دائما پول نمی رسید زیرا منبع اساسی درآمد که اندازی مداخل زمین بود تا رفت کم شده نهایت با سببهای بالا قریب از بین رفت. در این خصوص سرچشمه های گوناگون گاه به واسطه و گاه بی واسطه شهادت می دهند. ما در اینجا فقط با آوردن گفته های 2 نفر شاهد که در وقتهای گوناگون به بخارا سفر کرده وضعیت را با چشم خود دیدند اکتفا می کنیم. پزوخین 1669 اندوخته های پولی دولت آنها در خزینه پادشاهی کم است زیرا همه دهکده ها به طریق انعام
در بین سرکرده ها و منصبداران گوناگون تقسیم شده اند. برای ضرورات شاهان از ضرب سکه و باج و خراج پولی در خزینه فراهم می آید. باز با این همه ضرورات تا آخر سال چیزی باقی نمی ماند. بینی از چهره خان پیداست که در امور اداره ملک مرام عالی در اوست، اما چون خزینه خالی است او را اقتداری نیست. آنچه عایدات خزینه خواهد بود نیز از بین رفته است. این است اساس اقتصادی تا رفت ضعیف گردیدن حکومت مرکزی و بیش از پیش قوت گرفتن فیادلان کلان صاحب اختیار، علل خصوص امیران، سرداران قبیله های ازبیک. موقع فیادلان روحانی هم بلند گردید، چنانچه در وقتهای گوناگون شیخان طریقت درویشی در فرغانه و تاشکین حاکمیت را به دست خود گرفته بودند. خلق تاجیک در هیئت دولت جانیان عصر 17 و نیمه اولی عصر 18. جنبش‌های خلقی. ظلم و ستم طاقت شکن و استثمار بیرحمانه فیادری، جنگ‌های داخلی و فقر و گرسنگی، ناراضگی عامه خلق را نهایت درجه زیاد کرد. این بود که در محل‌های گوناگون دم بدم شور و آشوب‌های خلقی سر می‌زدند. در زمان عبدالعزیز خان به قول شاعر همزمان او سیدای نصفی شورشی کلانی در دهه دهبید سمرقند روی داد. شدت و وسعت این جنبش خلقی به درجه‌ای بود که خود عبدالعزیز با لشکری زیاد آمده شورش را فرو نشاند و دهبید را آتش داده به خاک یکسان نمود. در دوره حکمرانی سبحان قلی خان و وارثان او هم متصل شورش های خلقی به عمل می آمدند. گاها از این جنبش های خلقی فیادلان جداگانه برای رسیدن به مقصدهای شخصی خود استفاده می نمودند. مثلا باری هنگامی به بلخ هجوم کردن سبحان قلی خان، تمام اهالی در ظرف 21 روز قهرمانانه جنگیده شهر را که حاکم آن محمود بی اتاریق بود از بخاری ها حفظ نمود. در این مورد همه طبقه های جمعیت متحد گردیده بودند، زیرا به خوبی می فهمیدند که اگر خان شهر را اشغال نماید به طور وحشیانه مردم را قتل و غارت خواهد کرد. اما خلق اکثر وقت حکومت مرکزی را طرفداری می نمود، چون که جنگ و نزاع‌های داخلی فیادری اهالی هم شهر و هم دیهات را خانه خراب می ساخت. قیام کلانترین و ظفرمندانه خلق سال 1730 در حصار به وقوع آمد. سببگار آن جنگ بین دو فیادل گردید. محمد رحیم بی با لشکری بخارا به مقابل اوتکن نام حاکم یکی از قلعه های ولایت حصار جنگ سر کرد، ولی لشکری بخارا موفقیت به دست نآورده عقب نشست و مردم حصار دچار بیدادگری های اوتکن گردید. از نزاع‌های خونین بین فیادلان به تنگ آمده اهالی حصار به امیران بخارا با اعتراض مراجعت نمودند و حمایت خود را طلب کردند. امیران با وکیلان خلق دغلانه مناسبت کرده حتی یکی از امیران به سر آنها شمشیر کشید. وکیلان هم دست به سنگ و کلتک بردند. واقعه نگاری این حادثه را چنین به قلم آورده است: امرای بخارا به شتاب از قلعه حصار بیرون آمدند. سپاهیانشان هم در حالی که از قیام مردم به وحشت و بیم و هراس افتاده بودند به ایشان پیروی کردند. آنگاه اهالی حصار یوزهای قوم شادی خود را به تاراج خیرگاه و شامیانه های بخاراییان شتابان فرار کننده در انداختند و اندرون قلعه
چنان تلاطوبی برپا گردید که گویا روزی حشر فرا رسیده. در این مورد منفیت‌های اهالی مقیمی ولایت حصار و طایفه یوزی اوزبیک به هم موافقت نمود. خلق برای برهم خوردن جنگ‌های فیادالی در سرزمینش سر برداشت. یوزها حرکت موفقیت آمیزی خلق را طرفداری کرده کاری تارمار نمودن بخاراییان را به انجام رسانیدند. شورشی که سال 1714 در بخارا به عمل آمده بود با مرام و خصوصیت‌های خود از دیگر جنبش‌های خلقی تفاوت داشت. یک گروه فیادلان قبیله کینگس با سرداری ابراهیم اتاریق به مقصد اجرا کردن تبدلات درباری خواست به ارگ داخل شود. خلق به حمایه حکومت برخاسته در شهر سنگرها برپا نمود. همین طریقه فقط توسط کمک مردم به خان میسر گردید که دشمنانش را نابود سازد. اما قبل از این سال 1708 در وقت اعلان اصلاحات پول خلق بخارا برعکس بر ضد عبیدالله خان شورش برداشت. ناراضگی طبقه های گوناگون جمعیت را فرا گرفته اول به شکل مقابلت غیر فعال ظهور نمود. دکان و کارخانه ها بسته شدند. کاری سودا قطع گردید. در بازار چیزی یافت نمی شد. بعدها نارضایتی مردم اوج گرفته و یک شورش آشکارای مردم فقیر و بینوا فرو ریخت. و قبل یکی از مورخان آن وقته میر محمد امین بخاری شورش بیرحمانه پخش کرده شد. چند کس را به دار کشیدند. اصلاحات کاملا جاری گردید و همه سر اطاعت فرود آوردند. چند وقت تاریخ شناسان این بهای غرضناک شورش را غیر تنقیدی قبول کرده بودند. تحقیق و مقابله منبع‌های سندی آن دور نشان داد که این جنبش خلقی موفقیتی کلانی پیدا کرده بوده است. حکومت از آن خیلی به هراس افتاده مجبور شده است که معنی اصلاحات را تغییر دهد. در نیمه اولی عصر 18 جنبش‌های خلقی چنان بسیار سر می‌زدند که حتی مورخان دربار بگذار غرض‌آلود و رو پوشیده باشد هم از ذکر آنها گریز نداشتند. غیر از شورش‌های نام برده باز در سالهای 1713 1714 در بخارا، سال 1713 در سمرقند، سال 1719 در بلخ، سال 1746 در تاشکند و غیره شور و آشوب‌های خلقی به وقوع آمدند. هرچند مورخان دربار واقعیت جنبش‌های خلقی را تحریف کنند هم شبهه باقی نمی ماند که در شرایط ارتجاع و استبداد فیادالی عامه خلق‌های تاجیک و ازبک به مبارزه ضد ساختی بی حقوقی و ستمکاری ضد جنگ‌های داخلی فیادالی برمی‌خواستند. خلق تاجیک در هیئت دولت جانیان عصر 17 و نیمه اولی عصر 18. کسب و هنر، تجارت، معاملات پولی. در دولت جانیان شرایط برای ترقیات کسب و هنر و تجارت داخلی و خارجی خیلی نامساعد بود و به قدر اوج گرفتن نزاع‌های سلطنت طلبی و جنگ‌های فیادالی باز هم بدتر می‌شد. بعضی شهر و ولایت‌های تمام چنان دچار تاراج و خرابی می‌گردیدند که پس از این مدتی دور و درازی به خود آمدن نمی‌توانستند. برای مردم ملکه کسبی، پیشوری و هنری خود را فراموش نمی‌کرد. بی سبب نیست که در یک خودی بخارا سیدای نصفی بیش از 200 نوع کسب و هنر را نام برده است. خرابی اقتصادی که جنگ‌های داخلی، تاخت و تاز خیوگی‌ها، هجوم طایفه‌های بادیه‌نشین و قشون‌های اجنبی به سر مملکت می‌آوردند، به انکشاف معتدل استحصالات مالی و تجارت
خلل می رسانید. قشاقی، گرسنگی، خانه ویران شوی، همه این باعث کم شدن خریداران مقرری کالاهای عادی می گردید. سیدای نصفی که در ایام پیری به بافندگی مشغول بوده است، در اشعار خود به نبودن خریدار، تماما از رونق بازماندن بازار در آخرهای عصر 17 اشارت می کند. در تحت گردی کسادی شد متاعم پایمال، روزگاری شد خجالت از دکان باشد مرا. یا خود گاهی متاعی خود که به بازار میبرم، دامان و آستینی خریدار میکشم. وضعیت در نیمه اولی عصر 18 باز هم بدتر گردید. در نتیجه تاخت و تازهای متصلی 7 ساله قزاق‌ها 1723 1730 وادی زرفشان تماماً به خرابزار تبدیل یافت. قحطی و گرسنگی سخت سر شد. کسانی از چنگ این فلاکت رها یافته به هر طرف فرار کردند. بخارا و سمرقند بی آدم ماند. احوالی فقط آن شهر و ولایت هایی که اکثراً در گوشه و کنارهای مملکت واقع گردیده به عرصه جنگ های دائمی فیادری، تاخت و تازهای خیوگی ها و حمله بادیه نشینان مبدل نشده بودند، نسبتاً بهتر بود. به خرابی رو نهادن ناحیه های مرکزی دولت به ترقیات آنها حتی تأثیری مساعد هم رسانید، زیرا کاسبان و هنرمندان برای ایمن ماندن از خوف و خطر و پیدا نمودن امکان کاری آسایشته مرکزهای بزرگی کسب و هنر و تجارت را ترک کرده به این گوشه های دوردست پناه می بردند. وضع عمومی پولداری و سیاست حکومت در ساحه پولبراری و گردش پول نیز برای کسب و هنر و تجارت نامساعد گردید. و بالای دشواری های از حیله و نیرنگ قرب به میان آمده که هنوز در عصر 16 چون باری گرانی بر دوش کسب و هنر و تجارت افتاده بود، اکنون با سرعت ویران شوی سکه های نقره زم شد. پول را از آمیزه نقره و میس ضرب می زدند، لیکن مقداری میس تا رفت می افزود. هر بار که ایاری پول پست می فرامد، خزینه فایده می برد و اهالی ضرر می دید. از این رو اهالی به مقابل شکستن قرب پول فعالانه مبارزه می برد و در این مورد منفیت های قریب تمامی طبقه های جمعیت به هم موافقت می نمود. شما گفتاری 96 رو از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمخولov خوند. کارگردان شیرعلی نغزلی.